تو این برنامه هم اشاره شد به دیداری که با رهبر انقلاب داشتید. میخواستم بدونم مهمترین توصیه‌های رهبر انقلاب حضرت علی چی بود در اون دیدار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنیم و خدا قوت میگیم و همه مردم عزیز کشورمون که در این دوران سختی که داریم با بزرگترین قدرت استعمارگر در چالش و جنگیم همراهی میکنن، حضور پیدا میکنن و ناامید میکنن دشمنان ما رو. در دیداری که بود خدمت رهبر عزیزمون، دیدار بسیار خوبی بود. تقریبا والا شاید 7 ساعت خدمتشون بودیم. از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم و خب طبیعتاً دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود، وضعیت بازار بود، اشتغال بود، مسکن مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم داره ایجاد میشه و طبیعتاً نحوه ایستادگی ما، همراهی مردم، وحدت و انسجام بحثایی بود که دیگه در عرض 7-8 ساعت مفصل گفتگو شد. و مهمترین توصیه‌های ایشون به شما چه بود؟ باز همون وحدت و انسجامه. یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلافه. کاری که ما باید بکنیم، باید پرهیز کنیم از اینکه اختلاف به وجود بیاد و از کلام و بیانی که در خارج از اون چارچوب هاست اجتناب بشه و همدیگه رو ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم ولی در بیرون یک صدا، یک آهنگ به گوش جهانیان برسه تا بدانند که مردم ایران ما، کشور عزیز ما، برای دفاع از استقلال و سربلندی و عزت و باور خودش با هم ایستادیم. من سوالی از شما نکته داریم با مردم عزیز؟ نه، مردم عزیز ما به هر حال در این سختی ها اگر ما قصوری داریم، کاسی هایی میبینید، به خاطر این اوضاعی که به وجود اومده شرمنده ایم. با تمام وجود در خدمت این مردم عزیز هستیم. هر کاری از دستمون بر بیاد مطمئن باشن که کوتاهی نخواهیم کرد.